عبدالخلیل خالقزاده رهبر بیمارستان ابن سینای شهر دوشنبه در یک مطلب مفصل در فیسبوک پیرامون آخرین وضع بیماری همگیر کرونا ویروس در جهان و در تاجیکستان صحبت کرده نوشته است که امروز تاجیکستان درگیر موج سوم پاندمی شده است. موج اول را ما در آخر بهار و موج دوم را در تیر ماه سال گذشته گذرانیده بودیم. موج سوم به تابستان امسال راست آمده و پیش از همه تمام فرضیه ها به فصلهای سال و گرمی و سردی ربط نداشتن ویروس را برملا کرد. یعنی این ویروس در هر اقلیم و منطقه دنیا یک خیل پهن می شود. به گرمی و سردی و نمی و خشکی کاری ندارد. نوشته است رهبر بیمارستان ابن سینا. خالقزاده می نویسد شتم نو کرونا ویروس با نام دلتا که اول در این آشکار شد باعث شده است که موج کنونی بیماری خیلی سختتر می گذرد. علامت های بیماری که بر اثر شتم دلتا ظاهر می یابند نیز کمی فرق دارند. اگر در موج های قبلی بیماری بیشتر از گم کردن بوی، مزه و سلفه آغاز می شد، اکنون بیشتر با شکم روی و درد گلو آغاز می شود و خیلی وزنین می گذرد. علامت هایی که متخصصان در بیماران کشورمان مشاهده می کنند بازگوی آن است که همین شتم دلتا در کشور عزیزمان بیدادی می کند. می نویسد رهبر بیمارستان ابن سینا. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید تا امروز در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری به شتم دلتا آشکار کرده نشده است. به عقیده خالقزاده این ویروس دیگر گم نمی شود و همیشه در کمین خواهد بود، ولی مردم می تواند با رعایت قاعده های بهداشتی و واکسین گرفتن خود را از آن ایمن نگاه بدارند و سهم خود را در خاتمه یافتن پاندمی گذارند.